از من پرسیدند که خواهر کیست؟ گفتم خواهر انتخاب مرحوم زخم در مستقبل. خواهر نفری است که در مستقبل تا که برای واحد شدن را حاجتی در گفتن را نداشته باشد. خواهر شخصی است که کارش احساس راحت می‌کند، چون در جاهایی که تنها با آن می‌توان محمود باشد. خواهر برایم عشق است. خواهر برایم خواهر شخصی است که در حالت پوری درد بودن سبب می‌شود که از درد خالی شوی.